قراره داخل این آموزش کاربردی بهتون بگم که کدوم حسابای بانکیتون معرفی به اداره دارایی شده که داره گردشاش کنترل میشه و بعداً قراره روشون مالیات بیاد، چه شکلی اونا رو ببینم، حذفشون کنم یا معرفی کنم. همراه ما باشین. فقط برای چک کردن حسابای بانکیت که معرفی به اداره دارایی شده، این کارهایی که میگم و با من همراه شو و انجام بده. اول وارد آدرس سایت mytax.gov.ir میشی. از قسمت فهرست پرونده های مالیاتی وارد جزئیات پرونده میشی. بعد یه مقدار میای پایین با موس، میای میرسی به یه جایی که نوشته فهرست شماره شباها. اینجا میتونی حسابهای بانکیت که معرفی به اداره دارایی شده و گردش اون کاملا رصد میشه رو اینجا مشاهده کنی. اگر حسابی رو به طور اشتباهی معرفی به این سایت کردی یا معرفی به اداره دارایی کردی، اینجا میتونی اصلاح، ویرایش و حذف کنی. ایران فاینانشال کوچ، مشاوره و چیدمان فرایند مالی کسب و کار.